سلام دوستان عزیز، خیلیاتون پرسیده بود که من چطوری غذای گربه‌امو درست میکنم. یک ویدیو کامل واسهتون درست کردم میگم. ببینید خیلی کم هزینه هم هست، خیلی هم دوست دارن گربه‌امو. مطمئنا همه گربه‌ها دوست دارن. گردن مرغ یا اسکلت مرغ، البته اسکلت مرغی که گردن همراهشه، تنها اسکلت خوب نیست، استخوناش خیلی بزرگه، اذیت میشن. هویج و سیب زمینی و هر دفعه من یه مدل چیزی اضافه میکنم. بعضی وقتا مثلا یه قاشق رب میزنم، بعضی وقتا همراه اینه کدو خورشتی میزنم. هر دفعه یه مدل درست میکنم که دلشون رو نزنه. بعد اینا همه رو قشنگ میشورم، پوست میگیرم و با هم مخلوط میکنم و خیلی هم وسواس دارم تو این کار تمیزی. حتی ببینید اسکلت ها رو جدا کردم از گردن، ریزشون کردم که حالا نیازی هم نیست چون تو اون چند ساعت کاملا پخته میشن. بعضی وقتا خیلی کم رب میزنم، حالا هر دفعه یه مدل درست میکنم که دلشون رو نزنه. این بارم ببینید با کدو خورشتی یکم قاطیشون کردم که یکم خوشمزه تر بشه و هر دفعه یه جور درست میکنم دلشون رو نزنه دیگه. به هر حال اینا همه رو با هم قاطی میکنم و 100% هر دفعه که جوشید بعد یکم جوشیدن زیرش کم باشه که کف میکنه، اون کفش رو حتما باید بگیریم. بعد جوشیدن این کف خیلی فکر میکنم یکم آلوده هم هست، با اینکه قشنگ هم میشورم ولی خب ببینید این کف هست دیگه. حتما این کف رو جدا میکنیم. من که همیشه میگیرم چون اصلا معلومه. بعد 4-5 ساعت پختن قشنگ میکوبم. اینجا هم متاسفانه گوشتکوب صنعتی برقی ندارم دیگه، متاسفانه با همین گوشتکوب میکوبم و همیشه هم که کیکی جان دور برمون هست، همشون هستن، الان نمیدونم کجا رفتن و خیلی زمان میبریم کوبیدن، چون با گوشتکوب دستیه دیگه یکم زمان بر هست. میکوبم و بعد دیگه آماده، البته میذارم سرد بشه، بعد میذارم یخچال. غذاشون دیگه بعد این آماده است. برو بیرون، برو بیا میکی از این بیا درست نیم. بیا بابا بسته بس بیا افید بیا اینجا. بخور